با عرض سلام و احترام شوکت محمد در خدمتتان هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. حالا توجه کنید به نامگویی موضوعهایی که امروز خواهید شنید. پیرمرد 79 ساله را که مقامات با شانتاژ به زناکاری متهم کرد، فرزندش به رئیس جمهور شکایت برد. در ناحیه جیهون ولایت ختلان دوام 28 سال استقلالیت دولتی کشور یگان مکتب دارای شرایط و امکانیت‌های معاصر بنیاد نشده است. وکیلان مجلس نمایندگان امسال به شهر النواحی برای شرح پیام رئیس جمهور نخواهند رفت. تماشابینان عزیز، امروز موضوعی را بررسی خواهیم کرد که برایتان این موضوع نو نیست و کمش 5 سال آخر خیلی داغ است. یک ساکن ناحیه کانیبادام در عریضه شکایتیش به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نوشته است که کارمندان میلیسه جماعت خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفاروف پدر 79 ساله او را با تهمت به تجاوز به ناموس خانم عیبدار و خود او را شانتاژ کرده اند. متن این عریضه شکایتی در سامانه اخبار نشر شده است. مراجان یوسفوف ساکن کانیبادام در عریضه شکایت خود نوشته است که پدرش اکتمجان یوسفوف 79 ساله را کارمندان میلیسه جماعت خیسته‌ورز روز 29 آگوست سال گذشته با ساختکاری و فریب به خانه قبلا برای جنایت تیار کردهشان غیر قانونی آورده با راه زوراوری و فریب بلوچ شدن و اجرای کارهای نامطلوب مجبور میکنند و این حالت را به نوار گرفته با راه تمجویی و شانتاژ به مراجان یوسفوف میگویند که گویا پدرش به تجاوز به ناموس کسی عیبدار کرده می شود و آن را طریق تلویزیون و اینترنت پهن خواهند کرد. کارمندان مقامات در حقیقت این نوار را از سنه 16 سپتامبر سال گذشته تا 3 اکتبر همان سال طریق یک چند شبکه‌های تلویزیونی ولایت سوخت، تلویزیون دولتی سفینه، مرکز مطبوعاتی ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت و یک چند سامانه‌های اینترنت پهن کردند. در عریضه شکایتی آمده است پدرم را یک روزی دراز غیر قانونی در حبس نگاه داشتند که این به سلامتی روحی پدرم تأثیر خود را رسانیده است. از روزی که این واقعه روی داد پدرم سلامتیشان را گم کردند. کرخت میگردند، به سوالها جواب دادن نمیتوانند یا یگان گپ گفتهشان را چندین بار تکرار میکنند. در آخر مراجان یوسفوف نوشته است که همچون شهروند جمهوری تاجیکستان برای حفظ حقوق خود و عائله‌اش، حمایه شأن و شرف پدرش در نزد جمعیت که از طرف چنین شخصان ساختکار پایمال کرده شده است، در اساس قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان، قانون‌های بین المللی اعتراف نموده جمهوری تاجیکستان، تمام واسطه‌های اخبار عامه و دیگر تشکیلات‌های بین المللی تا جان در رمق دارد مبارزه می‌برد. این ساکن کانیبادام از امام علی رحمان خواهش کرده است تا رئیس جمهور یک شخص یا گروه کاری که از فسادکاری دور، با عدالت، با وجدان، با مدنیت و با سواد باشند تشکیل داده این قضیه را عادلانه تفتیش نماید و به گناهکاران جزای سزاوار دهد. از شما احترامانه خواهش می نمایم که به مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت، همه شبکه‌های تلویزیون‌های ولایت سوخت، تلویزیون دولتی سفینه، سامانه‌های اینترنتی که این نوار را پخش کردند سفارش داده شود که در اساس قسم 2 ماده 4 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 622 از 7 فوریه سال 2009 و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات دوری و دیگر واسطه‌های اخباری عامه برای به اساس پهن نمودن ثبت بدنامکنی پدرم ردیه پخش نمایند و از پدرم بخشش پرسند. شخصانی که این نوار را غیر قانونی پهن کردند به جوابگری کشیده شوند. شخصیت آن جوانزن که با راه فریب پدرم را به خانه بی آدم آورده به حرکت‌های دارای خصوصیت شهوانی مجبور کرده است معین کرده شود و در اساس کودکس جنایتی و دیگر قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده شود. باید گفت بدنامکنی پیران سالان دیندار و شخصیت‌های با آبرو از جانب مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان بار اول نیست.
چند سال آخر ده‌ها نفر را همین گونه مقامات شانتاژ کرده نواربرداری و در شبکه‌های اجتماعی و حتی تلویزیون‌های دولتی نمایش داده‌اند. کارشناسان میگویند مقصد از بدنام کردن شخصان معتبر و با نفوذ متدین پیش از همه مبارزه با نفوذ دین در جامعه است. در مورد همه حالت‌هایی که در مسئله ارعاب یا اینکه شانتاژ در تاجیکستان توسط مقامات قدرتی همیشه انجام میگیرد، این حالت است که میخواهند توسط ارعاب یا که همان شانتاژ شخصانی که با خواهشات و با آن فرمانهایی که مقامات امنیتی و قدرتی با آنها فرمان میدهند آنها عمل نمیکنند و یا باید سخنی بگویند آنها نمیگویند، آنها همیشه توسط ارعاب و شانتاژ این کردارهای بد و عملهایی که یک مردی یعنی آزاد نمیخواهد که زیر یوغ و سپار این مقامات عمل بکنند، توسط ارعاب و شانتاژ میخواهند که مقصدهای ناپاک خود را برای آنها تحمیل کنند و این عمل خود را عملی نمایند. البته ارعاب یکی از شکنجه ها و فشارهای روانی است که حکومت امروزه کشور نه اینکه امسال یا سال گذشته چنین عملهای را انجام میدهد، البته مقامات ما از سالهای گذشته یعنی میتوانیم حتی پس از سالهای 2010 و 11 12 یعنی که به این عمل بیشتر رغبت پیدا کردند و منشأ اساسی این همه یعنی عملکردها را البته ما یک تحقیقات خیلی طولانی داریم و تنها با کوتاهی میتوانم بگویم که اساسگذاری همه این ارعاب و شانتاژ نه یکیموف است بلکه شخصی است که امکان دارد از گرفتن نام او بعضی ها به اضطراب آیند که او کی است؟ فتاح سیدزاده و قبلا هم رئیس گمرک بود و قبل از اون در مقامات ملیسا کار کرده است و اساسگذار این فن و اساسگذار ارعاب در تاجیکستان محض همین شخص است و در دست ما سندها و عملکردهای زیادی که توسط ارعاب این مرد از دیگر اشخاص کرده است و پس از اون این عملکرد به دیگر مقامات کشور تأثیر بیشتری کرده است که با این راه میتوان کارهای را انجام داد و از این رو است که چندین نوارهای فحش و نوارهایی که اونها واقعا هم از آداب و اخلاق انسانی و ملی بیرون هستند نشر گشتند. اینها برای چی؟ برای آن که گویا توانند مخالفان سیاسی خود را یا اینکه یعنی نفوذ دینداران را در کشور کاهش دهند، از این خاطر به این کار نوجوان مردانه دست میزنند. در ناحیه جیحونی ولایت ختلان دوام 28 سال استقلالیت دولتی کشور یگان مکتب نو زمانوی که دارای شرایط و امکانیت‌های خوب و معاصر باشد بنیاد نشده است. این و چند خبرهای دیگر را صفیه واحده به گزارش می‌دهد. وکیلان مجلس نمایندگان امسال به نواحی برای شرح پیام رئیس جمهور به انتخاب کنندگانشان نخواهند رفت. قبلا این عنعنه در تاجیکستان رایج بود که بعد چند هفته پیام رئیس جمهور وکیلان مجلس نمایندگان به نواحی کشور رفته به مردم آن را شرح و تفسیر می‌کردند. اما امسال مردم از شرح و تفسیر پیام بی بهره خواهد ماند. وکالت وکیلان به زودی به اتمام می‌رسد و بیشتری آنها بینای پارلمان را برای همیشه ترک می‌کنند. کارشناسان پیام امساله رئیس جمهور را یک مضحکه ارزان قلمداد می‌کنند. پیام امام علی رحمان که 26 دکبر سال گذشته ارائه شد، موج استهزا و تمسخر را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در همین حال طبق حساب پیام، وکیلان در 177 دقیقه که رئیس جمهور پیامش را قرائت کرد، 107 مراتبه برایش کفکوبی کردند. در ناحیه جیحونی ولایت ختلان دوام 28 سال استقلالیت دولتی کشور یگان مکتب نو زمانوی که دارای شرایط و امکانیت‌های خوب و معاصر باشد بنیاد نشده است.
ضمن صحبت با نشریه فرج، مدیر شعبه معارف ناحیه نظیرمد دولتزاده گفته است دوام این سالها بجز صنفخانه‌های ایلاوگی که آنها نیز شرایطی نه آنقدر خوب دارند، یگان مؤسسه تعلیمی نو و زمانوی بنیاد نشده است. نظیرمد دولتزاده گفته است حالا در 4 مؤسسه تعلیمی ناحیه خوانندگان در 3 بست تعلیم می‌گیرند. در سالهای آینده احتمال باز هم شمار خوانندگان زیاد شود. دولتزاده با نگرانی افزوده است که ساختمان مکتب برای 624 خواننده در مرکز ناحیه از سال 2008 با مبلغ گذاری بودجه ولایت آغاز گشته و تا به امروز ناتمام باقی مانده است که سبب آن سری وقت مبلغ گذاری نشدن است. دولت گریززاده سردار ریاست مالیه ناحیه جیهون پیرامون این مسئله به نشریه فرج گفته است که برای ساختمان مکتب از حساب بودجه ولایت 18 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده بود. از این مبلغ 7 میلیون سومانیش از خود شده، باقی 11 میلیونی دیگر تاکنون جدا نگردیده است. دولتزاده نظیرمد افزود که به برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های تعلیمی ولایت ختلان برای سالهای 2017-2021 4 مؤسسه تعلیمی و بینای شعبه معارف وارد گشتند که با گذشت 3 سال از این برنامه تاکنون یگان مؤسسه بنیاد و از تعمیر اساسی برآورده نشده است. جمهوری همسایه ازبکستان اعلام کرد که به ضررگردانی قلمروی سرحدی خود را با تاجیکستان از مینه‌ها به اتمام رسانیده است. طبق معلومات رسانه‌ای شده، جانب ازبکستان در پاککاری از مینه‌ها از کمک نظامیان تاجیکستان استفاده نکرده است. گفته شده است که پاککاری از به ضررگردانی از مینه‌ها تنها در قلمروی ازبکستان گذرانیده شد، چون در همین قلمرو مینه‌کاری شده بود. ازبکستان قطعه‌های کوهستانی سرحدات مشترک با تاجیکستان را در آخر سالهای 90 عصر گذشته مینه‌کاری کرده بود. آن زمان تاشکندی رسمی این عملش را چنین شرح داد که گویا واردشوی جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان را به قلمروش پیشگیری کردن است. طبق معلومات مرکز ملی مسائل مینه‌های تاجیکستان طی 20 سال اخیر از ترکیش مینه‌های ضد پیاده‌گرد 374 نفر شهروندان جمهوری هلاک و 485 تاجیکستانی جراحت برداشتند. این فاجعه ها نه تنها در سرحد بین تاجیکستان و ازبکستان بلکه در داخل جمهوری نیز رخ دادند. درباره تعداد آدمان فوتیده از ترکش مینه‌ها در مرز تاجیکستان و ازبکستان معلومات دقیق دسترس نیست. در جریان به ضررگردانی مینه‌ها در قلمرو تاجیکستان در این دوره 20 متخصص این ساحه یعنی سپیورها زخمی و 2 نفر آنها هلاک شدند. یادرس میکنیم که از روی نتیجه های سفر دولتی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف به تاجیکستان ماه مارس سال 2018 و گفت و شنید او با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جانب‌ها سازش کرده بودند که تا آخر سال 2019 پاکسازی سرحدات مشترک از مینه‌ها را به اتمام میرسانند. سردار قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران و ابو مهدی مهندس جانشین فرمانده 8 شعبی در حمله بالگردهای آمریکایی در بغداد کشته شدند. مقام‌های رسمی عراق اعلام کردند که سلیمانی و ابو مهندس زمانی که با 2 خودرو از فرودگاه بین المللی بغداد خارج شدند هدف قرار گرفتند و هر دو کشته شدند. گفته می شود سلیمانی از لبنان وارد فرودگاه بین المللی بغداد شده است. سپاه پاسداران ایران لحظات پیش این خبر را تایید کرد. در همین راستا وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هم ضمن تایید این خبر تصریح کرده است که دستور این حمله هوایی را دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور صادر کرده است. ترامپ در نخستین پیام پس از این حمله بدون هیچ متن تصویر پرچم آمریکا را به اشتراک گذاشت. همچنین تصاویر از ساعتی پیش در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که انتقال پیکر قربانیان حمله بامداد امروز به فرودگاه بغداد را نشان می‌دهد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران با انتشار پیام در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد گفت: انتقام سخت در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه دیشب آلودند. رهبر ایران 3 روز ماتم عمومی اعلام کرد. بینندگان عالی قدر، اینجا برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. خواهشمندیم با لطف و مرحمت پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید.
با برابر پخش تگمچه زنگوله شما از آن درک می دهید که هستید و با مایید. با برابر پخش تگمه زنگوله صف عدالت خواهان را زیاد می کنید. خفته را بیدار و ذوق را بنیاد می کنید. لطفاً به شبکه یوتیوبی ما آبونه شوید. بودن شما در آستان مجازی ما الهام ما را افزون می کند. گفتنی های مهمی را که دیگران از گفتنش خاموشی را اولا می دانند از ما خواهید شنید. مرحبا به شبکه یوتیوبی پیام تیوی. موفق و سربلند باشید. با تمنای فراغت در روزهای استراحت و امید دیدار در هفته دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.